درود بر شما. بدبختانه خیالات و تخیل حکومت تاجیکستان برای بی‌انصافی، بی‌رحمی مرز و سرحد نداشته است. من یگان وقت گمان نمی‌کردم که با اینقدر پلیتی، با اینقدر زشتی، کثیفی، خبیثی، حماقت حکومت تاجیکستان به یک ادوکاتی که وظیفه‌اش تنها دفاع از جبریده است هجوم میکند و این ادوکات را زندانی میکند و زندانی شدن ادوکات مشهور، ادوکات نامدار شهرت قدرتوف این باز یک ترسکی، با یک شپاتی برای مردم تاجیکستان، برای دادگاه تاجیکستان، برای دادخواهان تاجیکستان و برای دادورزان تاجیکستان است. اصلا حبس کردن یک ادوکات این واقعا یک جنایت است و این باعث شرمندگی سخت حکومت تاجیکستان می شود. کسی که همین کار را کرد از جمله فتاح سعیدوف، اینا یک خدمت خرسانه به امام علی رحمانوف به خواجهشان کردند. اونا بیخبر هستند که شهرت قدرت و بهانه می شود برای باز یک بار جامعه جهانی را به پا خیزاندن، برای یک بار باز در تیتری گزارش ها، مقاله ها، حسابات های تشکیلات های بین خلقی، سفارت ها، روزنامه ها پیدا شدن نام تاجیکستان و نام رهبری تاجیکستان همچون یک کشور دیکتاتوری، همچون یک کشور خودکامه و همچون یک کشور ظالم در صف اول جا میگیرد. بعدی همین دلی زاید با همین یک دو بار و دومدومشون ماشین بود. چه خیلی ماشینو بودن؟ اکما ندیدم، همین فهمیده بودم. خودشون گفتن. و همین دخترام آمده کامera صورت کرده بودن. کیا؟ من بیرون به آمده بودم. همیشه گپ هم بود آدم اینو شناس. برای روز میرفت یک ادوکاتیش میکرد تمام. شهرت واقعا یک شخصیتی بغیر از اون که یک ادوکاتی بود که از همه پرونده های مشکل به خودش میگرفت. مثلا پرونده یعقوب سلیموف، پرونده زید سعیدوف و چندی پرونده های دیگه. به جز این یک آدمی بود که آشکارا فکرش میگفت. واقعا برای من شهرت قدرتوف یکی از امیدهای بود که در تاجیکستان، یکی از شخصیت‌های بسیار عزیز و شخصیت‌های بسیار گرامی بود که صدای حق در تاجیکستان به گوش مردم می‌رساندند و با وجود آنکه ادوکات بود همیشه در مطبوعات، در رسانه‌ها سخنگویی میکرد، همیشه پوزیسیون خودش آشکارا میکرد. با هر سه ما وکیلان از طرف شخصان نامعلوم یکی پیامک‌های تهدیدآمیز می اومدن و که زنگ می‌زدن نسبت ما تهدید و تحقیر میکردن و ما یک چند مرتبه با اظهارات با مقامات دولتی یعنی با پروکراتوری گیرالی و کمیته دولتی امنیت ملی اویدی نسبت ما تهدید شدن مراجعت کردیم، لیکن تا ما با این اظهارات خود عریضه‌های خود جواب نگرفتیم و پس دیروز وقتی به حبس گرفتن میگوییم که همکسب ما با خلاصه اومدیم که این ادامه یعنی این همون ادامه تهدید و تحقیراتی که نسبت ما بودن، چون که در اون پیامک‌هایی که با هر سه ما اومده بود در آنجا با ما 3 روز مهلت داده شده بود که ما عریضه خود رو از سود گیریم. روز سودی شهرت قدرتوف من گمان داشتم که هزار مردم به در سود میآیند، ولی بغیر از خویش تبار و چند نفر دیگر بدبختانه در روز سودی شهرت قدرتوف کسی نبود. این نشان میدهد که مردم ما هنوزم به قدر آنهایی که به قدر فرزندان بزرگش، به قدر فرزندان مبارزش، به قدر فرزندان واقعا دلسوزش نمیرسد. یک چیزی بسیار عجیب بود وقتی که سود اعلان میکند که به شهرت قدرتوف 2 سال حکم اعلان میکند، یک صدای نی در تالار بلند میشود. این نی جانکاه، نی همسری شهرت قدرتوف بود که هنوز در گوش ما واقعا صدا میدهد. بر اساس ماده 67 قسم 3 کدکس جنایت جمهوری تاجیکستان جزای نهایی برای جنایت‌های در مجموع صادر شده با راه قسما ضم کردن جزای تعیین شده
با قدرت شورات عبدالولی در نمود محروم ساختن آزادی با مهلت 9 سال با محروم کردن از اشغال مشغول با فعالیت ادوکاتی با مهلت 2 سال و دو نمودن جزا در کلان نظامش وجود تعیین کرده شد. امروز ما هر یک ما باید نیگوییم به ضد ناحقی، نیگوییم برای زندان کردن شورات قدرتوف. هم روزنامه ها، هم تشکیلات های غیر دولتی، هم جامعه شهروندی تاجیکستان باید که به سفارت ها، به کشورهای دموکراتی، به سازمان های حقوق بشر، به همه جا مراجعت کنند که ما توانیم شورات قدرتوف را از دست این ظالمان گیریم و شورات قدرت را آزاد کنیم. اگر ما نتوانیم که شورات قدرت را آزاد کنیم، شما میتوانید باور کنید که با چندین 10 ساله ها این ظلم دوام میکند و باز مردم دیگر را بیهوده بیگناه حبس میکنند. و چیزی دیگر ما باید دانیم که شخصی که سبب زندان شدن شورات قدرتوف بود این فتا سعید است. فتا سعید که از شخصیت های کثیفترین تاجیکستان است. برای همین باید که نام فتا سعیدوف هم در همه جا صدا دهد که او را به کشورهای اروپایی، به کشورهای دموکراتی راه ندهند، او را اهل عائله‌اش و فرزندانش را. و در حبس باید که فتا سعیدوف شنید. این پاره‌خور است، این دزد است. اگر همین پدر لعنت، اگر یک حکومت عادل میشد، از همین فتا سعیدوف میپرسید که تو قریب 1 سال نظام خان جورایف در کابینت نگه داشتی، تمام پول و داراییش گرفتی، کنی نظام خان جورایف کجا کردی، کجا رفت؟ خودی همین گناه فتا سعیدوف بس است که وای حبس شود. یا مثلا نخواد که فرزند امان الله حکوموف 3 نفر را کشت، در آزادی میگردد. فرزند دومش رستم به طرف میلیسه ها تیر پراند در روز روشن، اما 1 روز هم حبس نکردند و پیشتر در مسکو با 9 کیلو گرین داشته بودنش، اما شورات قدرت را حبس میکنند. حبس کردن، زندان کردن شورات قدرت و زندان کردن حقیقت، زندان کردن شورات قدرت و زندان کردن عدالت سودی، زندان کردن شورات قدرت و زندان کردن هر یک سری بالا، هر یک سری سربلند و هر یک سری سرفراز تاجیکستان است. برای همین در تمام کشورها، در تمام شهرهایی که شهروندان تاجیکستان باشند، باید که مثل خورسند خورموف که در مسکو برآمد کرد، مثل اون نفر جوانانی که در امریکا در واشنگتن برآمد کردند، ما باید همین حرکت خودمان را، حرکت مردمی خودمان را برای آزاد کردن شورات قدرتوف گناهگار بیگناه دوام دهیم. و باید بدانیم که قدم اولین الکی گذاشته شد. بزرگترین سازمان بین الخلقی هیومن رایتس واچ شورات قدرت را محبوس سیاسی اعلام کرد. این نشان می‌دهد که ما برای آزاد کردن شورات قدرتوف تمام شانس را داریم. و در قطار شورات قدرتوف ما باید آزاد شدن زید سعیدوف بیزنسمن و محمد روزی اسکندروف رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان و نفران دیگر را همیشه و همیشه و همیشه طلب نماییم از حکومت تاجیکستان که اینها از حبس آزاد کرده شوند.